سلام رفقا، چطوری؟ من کسرتون هستم و خوش اومدیم یه ویدیو دیگه با کسرتون. بچه‌ها سورپرایز، همونطور که می‌بینید یه هدست گیمینگ گرفتم که خیلی خفنه بچه‌ها، واقعا حس خوبی میده روی گوش و یه دونه مایک هم داره، همونطور که می‌بینید مایکش قابل تنظیمه و تاشو هم هست و دیگه آره دیگه قراره بریم کال آف دیوتی بزنیم ببینیم چطوره دیگه. آلکاتراز هم الان هست و بریم آلکاتراز بزنیم ببینیم چطوریه کیفیتش و صدای مایکش خوب هست، نویز کنسلینگ بیرون هم داره، بزنیم بریم سراغش. بدون معطلی here we go. خب رفقا، همونطور که میبینید دیگه هدستو گذاشتیم، همه چیزم اوکی کردیم، بریم کال آف دیوتی ببینیم که چطوریه. بزنیم بریم. خب همونطور که میبینید الان داخل کال آف هستیم بچه. کلی سی داشتم، میدونم خیلی وقت با ویدیو نذاشتم و یه ذره درگیر خوندن امتحان واسه امتحانا بودم، چون که هفته دیگه تقریبا امتحانا شروع میشه بچه. ببینید امتحانا اونجا چطوره تو ایران، سخت است نیست؟ تو کامنت حتما بنویسید و بریم که یه چند تا درس آلکاتراز بازی کنیم میگم بازی کنیم نره. خب بچه بخش من یه ذره صدام گرفته، یه ذره تو این چند روزه یه ذره انرژیم زیاد بود، یه چند روز داشتم فقط داد میزدم نمیدونم چرا، و ببخشید اگه صدای من گرفته اگه اذیتتون میکنه. و دیگه با تجهیزات جدید داشت کسرتون برگشته و فکر کنم اینو بهتون گفتم که استونباتون رو گرفتیمش بچه ها، استونباتون رو گرفتیم و آره دیگه استونباتون رو گرفتیم و عالی بودیم. یه چند تا دست آلکاتراز بزنیم چون تا حالا آلکاتراز گیم پلیشون نذاشتم واسه تو. بزنیم بریم. Let's go. خب برای واقعا صداش خوبه. بعد من وقتی که مثلا گذاشتمش را همه چیزاشو وصل کردم به گوشیم خیلی صداش کم بود. یه برنامه هست، حالا فکر کنم شما تا حالا تجربه کار باهاشو داشتین قبلا، تو گوگل پلی دیدینش که صدای گوشی رو زیاد میکنه. مدل‌های مختلفی هم ازش هست که من اونو نصب کردم بچه، صداشو 2 برابر زیاد کرد و خیلی خفن شده الان. یعنی الان من کر میشم اگه یا ابوالفضل صداش به شدت بلنده، خیلی خوبه. و آره دیگه بهم بگین کیفیت مایک چطوره، حالا خودم هم ویدیوها رو نگاه میکنم ببینم چطوره. شما هم از 1 تا 10 به مایکش نمره بدین که واقعا منو خوشحال میکنه. دیگه تجهیزات جدید داشت کسرا گرفت، بریم رنده کنیم کالافه بچه‌ها. لیتس گو، برو بریم. یه جانم برو بریم. فقط گوشم زیاد عرق میکنه، گوشم خیلی زیاد عرق میکنه و آره نمیدونم چرا گوشم زیاد عرق میکنه. آره بچه خب میریم کیل هاوس. کاش من در صدای بازی کم کنم اگه میشه. کنترلز یا خب ولش کنیم، بذاری الان کلی انمی میاد میزنن دهنمونو سرویس میکنن. فعلا به فکرش نباشیم بهتره، به فکر خودمون باشیم بهتره. یا ابوالفضل انمی اومد، عالی شد چه عالی شد اصلا. الان باز شروعه. گان وردا، گان اوخه آخه بچه. یه نفر داره، یه نفر که هیچ، 3-4 نفر داره میاد پشت سرمونه، داره میاد. چرا فکر کنی یه هوی همه لف بدن، جالب میشه جدی میگم. بادا بینم بچه، بادا بینم آخه تو مال بازی با منی. دارم ویدیو میگم داداش، دارم ویدیو میگم. خب یه مشکل فنی پیش اومد. اوکی الان یه نفر پایینه و نوکر همه تونم، کرتونم.
حاجی یه لحظه رفت اول 60 خیلی خوب بود، اول 60 خیلی خوبه بازی باش، نه که ما هممون یعنی یک کالاف پلیری نیست که کانتر بازی نکرده باشه. یعنی قبل کالاف همه 100% یه دست کانتر رو رفتین، میدونم دیگه. ببین دستتون رو شد دیگه مشتیا، آره دستتون رو شد دیگه. نگیم ما کانتر بازی نکردن دیگه، همه لژنداش کانتر رو حداقل بازی کردن. چی شد آقا؟ دوربین عزیزم برو اون بالا. آفرین، چه پسر خوبی هستی تو. بچه ببخشید دستم یه جلو دوربین، یه ذره دوربینه اذیت کننده است. بریم. درش رو باز نمیشه. یه چند نفر احساس میکنم. وای گوشم کر شد. وای حاجی چند تا کیل گرفتم؟ 4 تا. اوکی برو بریم. صدا پا دارم احساس میکنم. حاجی هی میرم این ور صدا تیر از اون ور میاد، هی میرم اون ور صدا تیر از این ور میاد. یعنی این عکس میبینین یا اول فاز بسم الله. پشتمونم یه نفره. دو تا تیر بیشتر نداریم که الان میزننمون. وای بچه ها هیچ تیر نداریم. بذار اونو سریع روز کن. نه اوکیه. خب اوکی شد الان تیرمونم. بریم اون سمت هم چند کیل بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر. گفتم که من این بچه گفتم تجهیزات میاد واسمون، گفتم ساب کنید دمتونم گرم که تجهیزات اومد. الان دیگه شطرها دست پر اومد. اگه رفت یه مدتی تق و تق در زدم دیگه. خب از بس خارج نشیم. بچه ها راستی ایران چند ساعت برق قطع میکنن؟ خدایی بگیم. میدونم داره واقعا وضعیت سخت شده و متاسفانه کارشم نمیشه کرد. روزی 4-5 ساعت من به خانواده که مثلا زنگ میزنم، آشناها ایران، میگن برق قطع میکنم. مال شما هم همینقدر یا کمتر؟ داره جر میخوره ملت ایران. چه خبر آخه 4 ساعت بادا بینم آخه بچه. فکر کنم یه نفر بالا داره میاد پشت سره. بچه ها چرا مهزیار بنگی لحظه چیز رفت از یوتیوب؟ نمیدونم گفت آخرین ویدیو یا حسین برو فقط سریع اینجا برو.
شت 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 شت. تیرم تموم شد. بزن بابا، موکرتم به قرآن 14 تا کیل. باورم نمیشه اونم تو آلکاتراز. اصلا من زیاد بازی نمیکنم، فقط بتل بازی میکنم. کسایی که منو زیاد میشناسن میدونن اینو. بچه داری برنده میشین، نوکرتونم بچه، دست پر اومدم دارم رنده میکنم آجی. چون که دیگه کیفیت صدا دیگه من آره دیگه بچه ها، گفتم من تجهیزات واسهتون میارم، کیفیت ویدیو داری میره بالاتر. هی صبر کنی. اوه یا ابوالفضل بودو بینم بچه. هی من هیچی نمیگم، هی من سکوت میکنم. بزن سری اینو. ببخشید بچه های، دست من میاد جلو دور منو ببخشید. ببخشید داداشتون رو تو رو قرآن. فعلا که بخشیدن اینا نیاز نیست، چون که داره میاد پایین یه نفر. یا حسین حاجی نه اسمو که بگیریم دست. الله اکبر. برو 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 بالا 100%. برندش بابا، نوکرتم مشتی. برو بچه ها، مشتی برنده شدیم بابا. باورم نمیشه تو آلکاتراس دست اول و خودم فکرشم نمیکردم دست اول رو برنده شیم. بچه قرار گیم پلی های ماینکرافت هم واسه تون بذارم. کی ام وی پی شد؟ بله این داداشمون که دمشم گرم. یه چند تا لایک بهش بدین. لایک داره دیگه. بچه چیزی هم به گرفتن اون گانمتیکه نمونده، تقریبا داریم میگیریمش. و بزن یکم خدایا بده از اون پازله بده، جان عزیزت بده. ای جانم جانم ای جانم، 2 تا بس. خوبه ببینید چقدر مونده اینجا. ببخشید 236 تا، اونم 142 تا. ببینید این گان آبیه CR 56 آماکس 142 تاشو گرفتیم و تقریبا چیز زیادی که شرطی نمونده. اون گان لاوا ریمیکس AK 117 هم 236 تا گرفتیم. 500 تا خیلی زیاده ولی اوکیه، داشت کسرا اوکیشون کنه. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه با ما بودین. اگه حتما خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای دیگر و گیم پلی های کال آف دیوتی دیگر خدا نگهدار همتون باشه. قربونتون برم.